هی خوش اومدین به یه دیگه چنل یوتیوب. امروز تو بریم سراغ بدوارز و آپدیت جدید تیرک کرده. خیلی وقت این آپدیت داده فقط من فرصت نکردم. تو پارت 3 من آخر ویدیو گفتم که قراره ویدیو بعدی بدوارز باشه، ولی خب نشد. نتونستم بدوارز بگیرم، در عوضش SMP رو گرفتیم. اما الان اومدیم سراغ بدوارز، همون گلی که بهتون دادم. پس ساب لایک کامنت فراموش نشه و بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب مچ داره شروع میشه. من نمیدونم چه 4 vs 4 گذاشتم، ولی هر 4 vs 4 میذارم بیشتر کیل احساس میکنم میگیرم. یکم هم انگار بهتره 4 vs 4 یه سوره راحت ترم باش. لینک پکم احتمال زیاد بذارم من یادم نره. پک زیاد جالبی نیست، اینو دارم حوصله‌شو ندارم برم پک دیگه دانلود کنم، به خاطر همین از این استفاده میکنم. خب چرا من اینجا وایستادم؟ من که قراره در صورت اینا دست از سرم بردار. چرا؟ میخوام تنها باشم. یه مقدار زیادی بلاک. اوکی میخواد بره بالا. اوکی منم پس عالی. نت اینترنت فوق العاده است. مرسی. اوکی خب دوتاشونو زدم. 2000 years later. رولکم رولکم. نه 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 نه. وای این قرمزا چقدر چیزن. بسکول. ای 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 ای. بابا برو کنار دیگه. اوکی بریم جلوتر. نه 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 نه. اوف هولی شیت. بابا بذار کارمو دارم میکنم. بسکول. خب داره میاد. من از بالاش بپرم اینجا. اوکی چرا اینجا بیریش بد زدن اینا. خب بریم. من ایمرالد بینم میتونم جمع کنم. اولیش 9 تا دونه گرفتم. اوکی برگردیم یه آرمار بگیریم برای خودمون اول. کنم با این وضعیت بتونم یه سوردم بگیرم احتمالاً. خب تمام. وای اونم الان میره. خب بده ما. ای 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 نه 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 نه. چجوری اینقدر کمو میگیری؟ وایستا وایستا. آره مگه اینکه ویکتوری. تمام تمام. آره بابا کنه لقت. خدافظ. شمایید به برنامه دک سیاه. ما در این برنامه قصد داریم در مورد چیزهای چرت و پرت ترسناک و سیاه صحبت کنیم. میخوایم امروز در مورد بدوارز صحبت کنیم. بدوارز بازی بسیار. شما در این بازی بسیار فشار خورده و نمیتوانید اعصاب خود را کنترل کنید و خود را به گاه میدهید.